به نام خدا، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما عزیزان علاقمند به آموزش نرم افزار جیرا. بنده مهدی حیدری هستم، کارشناس ارشد مهندسی صنایع و متخصص ابزارهای سازمانی شرکت اطلسیان. در خدمت شما هستم در این مجموعه آموزشی با آموزش کامل نرم افزار جیرا و خیلی خوشحال هستم که این توفیق دارم تا در این مجموعه آموزشی در خدمت شما باشم. در این مجموعه آموزشی قصد دارم که نرم افزار جیرا رو به صورت کامل از مبانی نرم افزار و استفاده توسط کاربران عادی سازمان تا بخش‌های پیشرفته نرم افزار و تنظیمات پیشرفته توسط ادمین نرم افزار خدمت شما ارائه بدم. پیش از اینکه به آموزش نرم افزار جیرا بپردازیم، خوب هست که در مورد این نرم افزار با آشنا بشیم و اطلاعاتی در مورد این نرم افزار خدمت شما ارائه بدم. خب نرم افزار جیرا یک نرم افزار اصطلاحاً ایشو ترکر هستش که در سال 2002 توسط شرکت استرالیایی اطلسیان برای اولین بار منتشر شد. اولین نسخه از این نرم افزار برای بحث‌های باگ ترکینگ و مدیریت پروژه‌های نرم افزاری ارائه شد، ولی بعدها با توجه به قابلیت‌ها و ماژول‌های مختلفی که این نرم افزار اضافه کرد، خب قابلیت‌های خیلی بیشتری در حوزه حتی مدیریت سرویس‌های فناوری اطلاعات و مدیریت پروژه‌های داخل سازمانی هم توسط این نرم افزار قابل انجام هست. علاوه بر این نرم افزار این امکان رو میده که شما بتونید با اضافه کردن افزونه ها و ادان های مختلف قابلیت های خیلی مختلفی به نرم افزار اضافه بکنید که ما در خلال آموزش نحوه کار با این نرم افزار با ماژول های مختلف نرم افزار رو خدمت شما آموزش خواهیم داد. نرم افزار جیرا نرم افزاری هستش که از 3 ماژول اصلی تشکیل شده. ماژول جیرا کور که بیشتر برای مدیریت کارها و پروژه های داخل سازمانی مورد استفاده قرار میگیره و سازمان ها معمولا از این ماژول برای پیاده سازی فرآیندهای داخل سازمانی مثل فرآیندهای منابع انسانی، فرآیندهای واحد مالی و سایر واحدهای درون سازمانی مورد استفاده قرار میدن. برای مثال از این ماژول میشه برای پیاده سازی فرایند استخدام، تمدید قرارداد، خروج از سازمان حالا و سایر فرایندها مثل فرآیندهای خرید و غیره استفاده کرد. ماژول جیرا سافر که برای بحث‌های مدیریت پروژه‌های نرم افزاری مورد استفاده قرار میگیره، ماژول دیگه اصل این نرم افزار هستش که شما میتونید در مدیریت پروژه‌های نرم افزاری که مطابق هست با متدولوژی‌های چابک مثل اسکرام، کانبان یا متدولوژی‌های ترکیبی مثل اسکرامبان مورد استفاده قرار بدین. و ماژول سوم نرم افزار جیرا ماژول جیرا سرویس دسک هست که این ماژول برای بحث‌های مدیریت سرویس و بحث‌های مدیریت ارتباط با مشتریان هستش که از این ماژول میتونید استفاده بکنید و داخل این ماژول شما میتونید فرآیندهایی مثل مدیریت رخداد یا اینسیدنت منیجمنت، ریکوست منیجمنت و سایر فرآیندهایی که حالا مطابق هست با استانداردهای ITSM مثل بهروش ITIL استفاده بکنید. در یک نرم افزار جیرا و یک اینستنس از نرم افزار جیرا شما این قابلیت رو دارید که تمامی این 3 ماژول رو همزمان داشته باشید و به صورت همزمان این 3 ماژول رو نصب بکنید و پروژه های خودتون رو بر اساس یکی از این 3 ماژول ایجاد بکنید
و لازم نیست که برای حالا هر کدوم از این ماژول ها یک جیرای جداگانه نصب داشته باشید. شما میتونید در یک جیرا تمام این 3 ماژول رو نصب و راه اندازی بکنید. آموزشی هم که ما در این مجموعه آموزشی قرار هست که خدمت شما ارائه بدیم بر اساس همین 3 ماژول تهیه شده و به این صورت هست که ابتدا در ماژول جیرا کور بخش کاربری نرم افزار رو خدمت شما ارائه میدیم و سپس در همین ماژول قسمت راهبری یا ادمین رو خدمت شما توضیح میدیم. هر کدوم از این ماژول ها به 2 سطح کاربری و راهبری سطوح آموزشیشون تقسیم میشه که بخش کاربری مربوط به کلیه افراد یک سازمان و شرکت هست که لازم هست با نرم افزار جیرا کار بکنن و قسمت کاربری مخصوص افرادی هستش که وظیفه مدیریت نرم افزار جیرا در سازمان رو بر عهده دارن، میتونن از این سطح آموزشی استفاده بکنن. بنابراین در هر کدوم از این ماژول ها ما 2 سطح آموزشی در نظر گرفتیم، کاربری و راهبری و یک و یک بخش آموزش دیگه‌ای به نام راهبری پیشرفته داریم که به حالا آموزش مباحثی بسیار پیشرفته نرم افزار جیرا خواهیم پرداخت. در این بخش نحوه استفاده از این آموزش ها به این شکل هست که شما برای یادگیری ماژول های مختلف لازم هست ابتدا بخش کاربری اون رو مشاهده بکنید و نحوه کار به صورت یوزر رو در نرم افزار یاد بگیرید و سپس در صورتی که نیاز هست شما ادمین سامان نرم افزار جیرا باشید و این بخش رو هم یاد بگیرید، قسمت راهبری رو هم مشاهده بکنید. پس سطوح آموزشی پیش نیاز راهبری این هستش که شما بخش کاربری رو حتما مشاهده بکنید، چون مفاهیم رو در قسمت کاربری میگیم که در قسمت راهبری ممکن از اونها استفاده بکنیم. و به لحاظ ماژول ها هم ابتدا شما لازم هست قسمت جیرا کور رو مشاهده بکنید، چون بسیاری از مطالبی که ما در قسمت جیرا کور میگیم در ماژول های جیرا سافر و جیرا سرویس دسک از اونها استفاده خواهیم کرد. لذا ابتدا لازم هست شما مفاهیم اولیه جیرا کور رو یاد بگیرین، نحوه استفاده از نرم افزار جیرا رو در بخش جیرا کور یاد بگیرید و سپس به بخش آموزش جیرای سافر و جیرا سرویس دسک مراجعه بکنید و بخش ادمین یا راهبری یا کاربری اونها رو هم شما مشاهده بکنید و یاد بگیرید. در این مجموعه آموزشی که در حال حاضر شما در حال مشاهده اون هستید، ما قرار هست که مبانی نرم افزار جیرا رو توسط ماژول جیرا کور خدمت شما توضیح بدیم. سرفصل‌های این مجموعه آموزشی به این شکل هست که خب در این ویدیو من یک معرفی از نرم افزار خدمت شما ارائه دادم و جلوتر با سایت شرکت اطلسیان آشنا خواهیم شد و بیشتر سایر محصولات این شرکت رو خواهیم شناخت. در قسمت دوم این مجموعه آموزشی تعاریف اولیه‌ای که لازم هست شما در کار با نرم افزار جیرا با اونها آشنا باشید رو خدمت شما توضیح میدم. در قسمت سوم در نرم افزار جیرا لاگین میکنیم و بخش‌های اصلی نرم افزار رو با همدیگه مشاهده میکنیم و با محیط نرم افزار جیرا آشنا میشیم. در قسمت چهارم این مجموعه آموزشی با ایشو آشنا میشیم و قسمت‌های مختلف یک ایشو و فیلدهای اطلاعاتی که در یک ایشو مشاهده میکنید رو با هم دیگه بررسی میکنیم. در قسمت پنجم نحوه ایجاد یک ایشو و نحوه ویرایش یک ایشو رو به شکل‌های مختلف بررسی میکنیم و قسمت‌های مختلف رو با هم بررسی میکنیم. در قسمت ششم نحوه مناسب نوشتن توضیحات در یک ایشو و نحوه کامیونیکیشن و کامنت گذاشتن در ایشو رو بررسی خواهیم کرد. در قسمت هفتم این مجموعه آموزشی بحث ساب تاسک و نحوه لینک دادن ایشوهای مختلف هم رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد و در قسمت هشتم نیز حالا آپشن های بیشتر یک ایشو رو
که در قسمت مور وجود داره با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. در قسمت نهم به مفاهیم تایم ترکینگ در ایشو و جیرا خواهیم پرداخت و در مورد مباحثی مثل استیمیشن ها و تخمین زمان بر روی یک ایشو و نحوه کار بر روی ایشو و ثبت زمان صحبت خواهیم کرد. در قسمت 10، 11 و 12 بر روی مبحث جستجو در نرم افزار جیرا صحبت خواهیم کرد که به 3 شکل: کویک سرچ یا جستجوی سریع، بیسیک سرچ یا جستجوی پایه و قسمت 12 هم جستجوی پیشرفته هست که در اون زبان JQL رو خدمت شما توضیح خواهم داد. در قسمت 13 مجموعه آموزشی نحوه ذخیره سازی جستجوها تحت عنوان فیلتر رو خدمت شما آموزش خواهیم داد و استفاده هایی که از فیلترها در نرم افزار جیرا میتونید بکنید رو خدمت شما توضیح میدیم. در قسمت 14 هم بحث ریپورت هست و مباحث مربوط به گزارشگیری در نرم افزار جیرا. در قسمت 15 هم در مورد داشبورد ها در نرم افزار جیرا صحبت خواهیم کرد و نحوه ایجاد و مدیریت داشبورد ها رو خواهیم داشت و در بخش آخر این آموزش هم در مورد پروفایل کاربری یک یوزر و نحوه انجام تنظیمات در یک پروفایل توضیح خواهیم داد. خوب هست که در این بخش در مورد سایت شرکت اطلسیان و سایر محصولات شرکت اطلسیان هم توضیح بدم و آشنا بشیم با سایر محصولاتی که این شرکت ارائه میده. اگر وارد سایت شرکت اطلسیان بشید، از قسمت پروداکت میتونید محصول هایی که این شرکت ارائه میده، محصولات نرم افزاری که ارائه میده رو شما مشاهده بکنید که علاوه بر نرم افزار جیرا محصولات دیگه‌ای هم این شرکت داره که شما میتونید در سازمان خودتون از این محصولات هم استفاده بکنید. در مورد جیرا سافر، جیرا کور و جیرا سرویس دسک خدمتتون توضیح دادم که برای چه مواردی استفاده میشه. در قسمت پلان، ترک اند ساپورت محصولات شرکت اطلسیان چند محصول دیگه هم اینجا مشاهده میکنید، مثل جیرا الاین که بیشتر برای بحث‌های حالا اجایل در به اصطلاح اسکیل هستش، انترپرایز اسکیل هست. استاتوس پیج هست که برای بحث‌های اینسیدنت منیجمنت مورد استفاده قرار میگیره و آپس جی 9 هست که برای بحث‌های ارسال نوتیفیکیشن استفاده میشه. نکته‌ای که حالا اینجا در مورد محصولات این شرکت باید بدونید این هست که برخی از این محصولات تنها نسخه کلود ارائه میشن مثل جیرا لاین، ولی خب یک سری از این محصول ها علاوه بر این که شما میتونید به صورت کلود استفاده کنید، نسخه حالا سرور هم دارن و شما میتونید اونها رو دانلود کنید و بر روی سرورهای شرکت خودتون نصب و راه اندازی بکنید و استفاده بکنید که نرم افزار جیرا یکی از این محصولاتی هست که هم نسخه کلود اون وجود داره، هم نسخه به اصطلاح انترپرایز که شما میتونید نصب بکنید بر سرورهای خودتون و اون مورد استفاده قرار بدید. در بخش کلابریت دو محصول کانفلوئنس و ترلو وجود داره که خب احتمال زیاد شما با محصول ترلو آشنا هستید که شرکت اطلسیان اخیراً این محصول رو خریداری کرده و در پکیج محصولات خودش قرار داده و بیشتر برای بحث‌های استفاده از بوردها برای مدیریت کارها استفاده میشه در تیم‌های کوچیک که به صورت کلود هم صرفاً ارائه میشه. و نرم افزار کانفلوئنس هم که یک نرم افزار مدیریت مستندات و مدیریت دانش بسیار قدرتمند هست که تحت ویکی به اصطلاح بحث مدیریت دانش رو ارائه میده و مدیریت مستندات رو، که آموزشی هم در مورد این محصول ما ارائه خواهیم داد در یک حالا آموزش جداگانه‌ای.
در قسمت کد بیلد اند شیپ محصولایی که ارائه داده شرکت اطلسیان بیت باکت هست که برای بحث کد ریپازیتوری مورد استفاده قرار میگیره. محصولی هست که بر پایه گیت هست و شما میتونید از این محصول هم برای بحث مدیریت کد در شرکت استفاده بکنید. محصول سورس تری هم محصولی هستش که به صورت یک اپلیکیشن بر روی کلاینت ها یا حالا پی سی های خودتون میتونید نصب به اصطلاح نصب بکنید و این محصول برای حالا ویژوال کردن کد ها و به اصطلاح گیت ریپازیتوری ها مورد استفاده قرار میگیره و در کنار حالا بیت باکت میتونید از این محصول هم استفاده بکنید. بیت باکت هم از جمله محصولاتی هست که هم نسخه کلاود اون وجود داره و شما میتونید از اون نسخه کلاود استفاده بکنید یا اینکه اون رو دانلود بکنید و بر روی یک سرور در شرکت خودتون نصب و راه اندازی بکنید و به صورت به اصطلاح داخل سازمان خودتون به صورت سرور هم از این استفاده بکنید. محصول بمبو هست. این نرم افزار برای بحث های CI و CD مورد استفاده قرار میگیره. خب نمونه های دیگه ای که حالا وجود داره در این حوزه مثل جنکینز هست که برای بحث های CI یا CD مورد استفاده قرار میگیره. بمبو محصولی هستش که اینتگریت هست با نرم افزار جیرا و کانفلوئنس و بیت باکت و بحث CI/CD رو از طریق این نرم افزار هم میتونید شما داشته باشید. در کنار حالا این پکیج محصول فیش آیز و کریسیبل هم محصولاتی هستن که برای بحث حالا مانیتور کردن، جستجو کردن و حالا ترک کردن به اصطلاح ایونت ها در گیت مورد استفاده قرار میگیرن و حالا کریسیبل هم برای بحث پیدا کردن باگ ها و افزایش کیفیت کد ها مورد استفاده قرار میگیره. دو محصول دیگه هم که شرکت اطلسیان ارائه میده اطلسیان اکسس و کرات هستش که برای بحث های مدیریت دسترسی و یوزر منیجمنت مورد استفاده قرار میگیره که اطلسیان اکسس نسخه کلود و حالا نسخه کلود هست و شما میتونید استفاده بکنید اگر از اپلیکیشن های کلود استفاده میکنید و کرات هم نسخه سرور اون هستش که شما میتونید نصب بکنید و به عنوان یک یوزر منیجمنت ازش استفاده بکنید. برای مثال شما میتونید نرم افزارهای جیرا، کانفلوئنس، بیت باکت، بمبو و سایر محصولات رو به کرات متصل بکنید و بحث یوزر منیجمنت توسط این نرم افزار انجام بشه. بحث‌های مثل سینگل ساین اون و غیره که چیزی شبیه به اکتیو دایرکتوری متداولی هستش که مورد استفاده قرار میگیره که شما میتونید در صورتی که بحث سینگل ساین اون در نرم افزار جیرا رو یا کانفلوئنس رو بخواید راه اندازی بکنید میتونید از این محصول هم استفاده بکنید. حالا اکثر محصولات به اصطلاح شرکت اطلسیان و نرم افزار شرکت اطلسیان این قابلیت رو دارن که شما میتونید افزونه‌های بسیار مختلفی رو بر روی اونها نصب بکنید و قابلیت‌های نرم افزار رو افزایش بدید. اگر از قسمت ساپورت به بخش مارکت پلیس مراجعه بکنید ادان‌ها و افزونه‌های مختلفی که شما میتونید بر روی جیرا یا کانفلوئنس یا بیت باکت و بمبو نصب بکنید رو شما از این قسمت میتونید دانلود بکنید و بر روی نرم افزار خودتون نصب و راه اندازی بکنید. از قسمت جستجو میتونید اون افزونه‌ای که مد نظرتون هست رو جستجو بکنید یا بر اساس اینکه چه محصولی مد نظر شماست افزونه خودتون رو پیدا بکنید و نصب و راه اندازی بکنید که خب این افزونه‌ها توسط شرکت‌های مختلفی در سراسر دنیا نوشته شده و در این مارکت پلیس اطلسیان قرار گرفته و خب بسیاری از فانکشن ها و فیچر هایی که در نرم افزار به صورت پیشرفت وجود نداره توسط این افزونه ها قابلیت پیاده سازی داره که ما هم در آموزش هایی به افزونه های خیلی پرکاربرد نرم افزار جیرا در این مجموعه آموزشی خواهیم پرداخت.
خب شما اگر در ایران قصد استفاده از این محصولات رو داشته باشید، میتونید از خدمات گروه راتوسان هم استفاده بکنید که این گروه حالا با افراد مجربی که در حوزه حالا ابزارهای ITSM و اجایل کار میکنن، به ویژه محصولات شرکت اطلسیان، استفاده بکنید از خدمات این مجموعه، از اخبار و مقالاتی که در مورد نرم افزار جیرا یا سایر محصولات در این سایت ارائه میشه میتونید استفاده بکنید. و حالا سایر خدماتی که این گروه ارائه میشه، نصب و راه اندازی انواع نرم افزار شرکت اطلسیان هستش که هم میتونید نسخه سرور و هم نسخه دیتا سنتر که برای شرکت هایی با تعداد یوزر بالا و اسکیل بالا مورد استفاده قرار میگیره استفاده بکنید، یا مشاوره هایی که در زمینه ابزارهای جیرا، کانفلوئنس و سایر ابزارهای شرکت اطلسیان ارائه میشه در این گروه. خدمات پشتیبانی به روزرسانی نرم افزار و پیاده سازی فرآیندهای سازمانی از مجموعه خدماتی هستش که این گروه به خوبی ارائه میده، و همچنین آموزش نرم افزار جیرا که این پکیج آموزشی هم در قالب همین آموزش ها خدمت شما ارائه میشه. خیلی خوشحال میشیم که شما از طریق راه‌های ارتباطی مختلفی با ما در ارتباط باشیم و نظرات خودتون رو در مورد هم خدمات این مجموعه، هم در مورد این آموزش هایی که ما قرار هست در خدمتتون باشیم با ما در میون بذارید. هر گونه نظر دارید، پیشنهادی، انتقادی دارید، میتونید از طریق حالا تلگرام، لینکدین و یا از طریق ایمیل و هر راهی که راحت هستید با ما در میون بذارید، یا از قسمت تماس با ما نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. و امیدوار هستم که این مجموعه آموزشی که خدمتتون ارائه میدیم مورد پسند شما قرار بگیره و رضایت شما رو جلب بکنه.